سلام، من یک ساعت مچیم. همین ساعتی که به مچ آقای وکیل بسته شده و نفسش رو میشماره. سال هاست عین یه سایه سمج دنبالش کشیده میشم. صدای تیک تاکم مثل خوره توی گوشش میپیچه و یادش میاره که وقتش داره تموم میشه. انگار من و اون توی یک زندان نامرئی حبس شدیم. من محکوم به شمردن ثانیه ها، او محکوم به کشیدن من به مچش. تیک تاک من همون نفس کشیدن اوست و هر نفسش بوی اضطراب و نگرانی میده. شاهد بودم، نه یک بار، نه دو بار، صدها بار که آدم‌ها با اشک و لبخند، با امید و ترس اومدن و رفتن. میخوام شما رو ببرم پشت یه میز چوبی، همون جایی که هر روز صدای قرقر پرونده ها، خشخش کاغذها و نفس آدم‌ها میپیچه. اینجا اشیا خاموش نیستند و نفس میکشن و زندگی خودشونو دارن. صندلی‌ها از تن و سنگینی آدم‌ها خستند. خودکارا مدام حسادت به خود نویسی میکنن که همیشه تو دست آقای وکیله. لیوان قهوه هم بوی تلخی و عجله میده و حتی ساعت دیواری، این رفیق بی احساس من، گاهی از بالای دیوار به من چشم بره میره و با تیک تاک بیروحش آدمو دیوونه میکنه. من اما فقط نگاه میکنم و گوش میدم. گاهی حس میکنم اگه آقای وکیل صدامون نشنوه از پا میفته، ولی چه فایده؟ برای او روزی نیست که بدون اضطراب بگذره. پرونده ها مدام پچ پچ میکنن. یکی از خوشحالی میخنده، یکی دیگه آه میکشه و آینده تاریک رو پیش بینی میکنه. گاهی اینقدر همه میشه که صدای خودم هم نمیشنوم. اغلب صبح‌ها که وارد دفتر میشیم، صندلی‌های مهمان غرغر میکنن که باز قراره یه آدم چاق بیاد روی من بشینه، پرحرفی کنه و اشک بریزه. لیوان قهوه هم با تلخی با خودش حرف میزنه که آره، منو بگو که 10 بار باید پر بشم تا بقیه احساس آرامش کنن. جالبه بدونید که وقتی مراجعه کننده میاد همه سکوت میکنن، عین مجسمه. حتی ساعت دیواری هم انگار برای لحظه‌ای تیک تاکش آرومتر میشه. من میبینم که آقای وکیل چطور گوش میده، چطور با لبخند بیرمقی دلگرمی میده. انگار میخواد بگه هنوز امیدی هست، هرچند خودش ته دلش مطمئن نیست. آخر وقت هنگام شب انگار پرونده ها نیمه باز روی میز خوابیدن و خودکارا بیحالن. شبها همه بیرمق مثل اجساد آروم میگیرن، اما من بیدارم. تا خونه همراه او میام، مثل روحی که رهاش نمیکنه. اما بذارید از یه روز عجیب براتون بگم. اون روز از همون لحظه اول فهمیدم چیزی فرق داره. آقای وکیل کیف چرمیش رو از خونه برداشت و صدای زیپ کیفش مثل ناله طولانی توی گوشم پیچید. داخل کیف یه پرونده بود که با بقیه فرق داشت. نه ضخیم بود، نه نازک، نه حرف میزد، نه میخندید. فقط بغض کرده بود. بغضی که مثل بوی نم توی هوا میپیچید. تمام راه تا دفتر آقای وکیل چند بار دستش رو روی کیف کشید. مثل آدمی که مطمئن نیست روحی که همراهشه هنوز پشت سرش میاد یا نه. وقتی رسیدیم دفتر و کیف رو باز کرد، روی جلدش فقط نوشته بود سرقت از گاف صندوق. انگار خودش هشدار میداد که قدم به دنیای مبهم گذاشتیم. آقای وکیل خیره شد به پرونده. ورق اول رو که زد، سکوتی سرد همه جا رو فرا گرفت. عکس ها، گفته ها و نوشته هایی با دستخطی نامرتب. هر ورق مثل تکه‌ای از کابوسی بود که آروم آروم داشت کامل می شد. آقای وکیل شروع کرد به ورق زدن پشت سر هم. هر صفحه مثل یه تیکه از پازلی بود که قرار نبود هیچ وقت کامل بشه، چون کامل شدنش به معنای فرو ریختن آرامش چندین نفر یا شاید چندین خانواده بود. خودنویس با هیجان لرزید و گفت این یکی از اون پرونده هاست که اسمش سر زبون ها میفته و تندیش چشم همه رو میسوزونه. پرونده های دیگه زیر لب بر زدن که حرف زیادی نزن بابا، بذار ببینیم تهش چی میشه. احساس کردم ساعت دیواری کندتر شد. منم نفس توی سینم حبس شد.
تا غروب آقای وکیل مدام برق زد، یادداشت می‌نوشت و تماس می‌گرفت. دفتر مثل دخمه شده بود. عرق خستگی روی پیشانی آقای وکیل آویزان بود. حتی صندلی هم تکان نمی‌خورد. لیوان قهوه سرد شده بود، ولی بوی تلخش هنوز توی هوا بود. من روی مچ آقای وکیل بودم و ضربان قلبش رو حس می‌کردم. دستش عرق کرده بود و بند چرمی من خیس شد. همه چیز در اون دفتر حبس شده بود. نفس‌ها، صداها، حتی نور چراغ. و هر ورقی که برمیگشت هوا سنگین تر می‌شد. اون شب آقای وکیل مرا روی میز جا گذاشت و به خونه رفت. تنها نور مهتاب از پشت پنجره به درون می‌لغزید. پرونده سرقت خودش باز شد و قصه رو برای ما تعریف کرد. گویی دیگه طاقت نداشت این راز رو در سینه نگه داره. پرونده گفت داستان از اونجا شروع شد که خانواده ثروتمند و معروفی تصمیم گرفتن پسر بزرگشون با دختر جوان و زیبایی ازدواج کنه. اما اون دختر از خانواده معمولی و متوسط بود. همه فکر می‌کردن او به آرزوهاش رسیده، ولی کسی نمی‌دونست که او مثل یک مارمولک سالهاست خودش رو به رنگ دیوار خانواده در آورده تا روزی حسرتش رو برآورده کنه. پرونده ادامه داد. شب عروسی بود. جشن با شکوهی در عمارت بزرگ پدر داماد برپا شد. همه شاد بودن و می‌رقصیدن. اما عروس به ظاهر معصوم مثل یک روباه در کمین بود. او می‌دونست پدر همسرش طلا و پول‌های زیادی در گاف صندوقی پنهان کرده. عروس خانم در طول این چند ماه با چرب زبانی و تظاهر به محبت راز محل مخفی گاف صندوق و رمز قفل اون رو از پیرمرد بیرون کشیده بود. حتی کلید اتاق رو هم برداشته بود. اما کلید گاف صندوق رو شب عروسی از جیب کت پیرمرد برداشته بود. ساعت دیواری با صدای لرزانی پرسید پس چگونه سرقت کرد در حالی که همه او رو می‌دیدن؟ پرونده پاسخ داد او از هیاهوی جشن استفاده کرد. درست در نیمه شب وقتی رقص و پایکوبی به اوج رسید به بهانه تعویض لباس از سالن بیرون رفت و به اتاق مخفی پیرمرد در زیر زمین رفت. سپس با دستانی لرزان ولی مصمم کلید رو در قفل چرخوند و رمز رو زد. در سنگین گاف صندوق باز شد. نوری طلایی از انبوهی طلا و اسکناس‌هایی به هم چسبیده به صورتش تابید. خودنویس که نفس نفس میزد پرسید چطور پولا و طلاها رو بیرون آورد بدون اینکه کسی ببینه؟ پرونده ادامه داد او یک کیسه زیر لباسش از قبل دوخته بود. با عجله شروع به پر کردن کیسه از اسکناس‌ها و طلاها کرد. قلبش چنان میکوبید که فکر میکرد همه جا میشنون. ناگهان صدای شنید. صدای پای کسی از پله ها پایین می اومد. عروس خانم سریع در گاف صندوق بست و خودش رو در تاریکی پشت پرده سنگین مخفی کرد. همه اشیای دفتر به داستان گوش می دادن و نفسهاشون توی سینه حبس شده بود. اون پاها متعلق به برادر داماد بود. عروس خانم بی حرکت ایستاد و ترسید که مبادا نفس زدنش او رو لو بده. برادر داماد چند دقیقه اونجا موند و سپس رفت. عروس فکر کرد نجات یافته، اما وقتی میخواست از مخفیگاه بیرون بیاد متوجه شد دستبند نقره‌ایش که هدیه مادر شوهرش بود به پرده اتاق گیر کرده و دستبند پاره شده و او در تاریکی متوجه این موضوع نشده بود. لیوان قهوه با هیجان گفت پس او رد خود را به جا گذاشت. بله، اما عروس وقت نداشت جزئیات رو بررسی کنه. کیسه رو که پر کرده بود محکم گرفت و از راه خروجی پشتی که از قبل درش رو باز گذاشته بود فرار کرد. کیسه رو درون سطل زباله یک کوچه خلوت انداخت و خودش با ظاهر آرام به جشن بازگشت. هیچ کس نفهمید چه اتفاقی افتاده تا فردا صبح. پرونده نفس عمیقی کشید و ادامه داد. صبح روز بعد همهمه بزرگی خونه رو فرا گرفت. مادر شوهر با چشمانی از حدقه در آمده و
صورت برافروخته مثل طوفانی به زیر زمین حمله کرد. وقتی در گاو صندوق رو باز دید، فریادی کشید که از دیوارهای سنگی خونه هم گذشت. اول فکر کرد دزدای حرفه‌ای و مسلح به خونه نفوذ کردن، اما هیچ رد پا، هیچ شکستی، هیچ نشانه خشنی نبود. فقط یک چیز بود: پرده پاره و اون پایین روی زمین نیمه از دستبند نقره‌ای ظریف با نگینی آبی که آروم روی فرش قلعه بافی عشایری اتاق افتاده بود. ساعت دیواری با هیجان زمزمه کرد: دستبند هدیه مادر شوهر به عروس خانم. من تیک تاکم رو آرومتر کردم. انگار میخواستم خودم رو عقب بکشم تا مبادا صدام سکوت سنگین رو بشکنه. پرونده مکث کرد. انگار گلوش خشک شده بود. بعد با صدایی که مثل خشخش کاغذ پوسیده بود ادامه داد: همه چیز از همون دستبند شروع شد. پدر شوهر با چشمانی که برق خشم در آن میسوخت بی هیچ حرفی به عروس خیره شد. سکوتی مثل تنابه‌دار از سقف آویزان بود و روی گردن دخترک سنگینی میکرد. کسی چیزی نمیگفت، اما نگاه‌ها کافی بود. همان صبح همه خدمتکارها جمع شدند و مثل بازپرس یکی یکی از آنها بازجویی میشد. اما هیچ کس چیزی ندیده بود. هیچ کس جز خود عروس خانم که با دستان سرد و لبانی لرزان در گوشه سالن نشسته بود و ناخن‌هایش را می‌جوید. یکی از خودکارها با صدایی خفه گفت: پس معلومه که کار تمامه. همه میدونن کار کی بوده. پرونده آهی کشید. نه، کسی چیزی نگفت. پدر شوهر تصمیم گرفت این رسوایی را پنهان کند. حتی به پلیس خبر نداد. اما از آن روز نگاه‌ها عوض شد. دیگه هیچ کس عروس رو به چشم همان دختر معصوم نگاه نکرد. حتی همسر عروس خانم هم کم کم نسبت به او سرد شد. او هر بار که چشمش به دست خالی عروس می افتاد که دیگه دستبند نداشت یاد اون شب می افتاد. من حس می کردم قلب آقای وکیل که حالا خونه بود ولی انگار روحش اونجا مونده بود تندتر می زد. بند چرمی من هنوز نمدار بود. پرونده با لحنی آرومتر ادامه داد: چند هفته گذشت. پدر شوهر به بهانه اختلاف خانوادگی مصلحت دید که عروس رو به خونه پدرش روانه کنه و کم کم طلاق رو به جریان بندازه. هیچ کس نفهمید اون همه پول و طلاها چی شد. بعضی میگفتن شاید زیر سر عروس خانم بلند شده. اما اون چه مسلم بود این که زندگی اون دختر ویران شد. او دیگه به خونه شوهرش برنگشت. تنها چیزی که باقی مونده نیمه‌ای از دستبند نقره‌ای و شایعه‌ای که مثل موریانه در گوش مردم افتاد. سکوتی کشدار دفتر را پر کرد. حتی باد هم نمی‌وزید. نور مهتاب کمرنگ‌تر شده بود و من احساس کردم سوزی سرد از شیشه پنجره به داخل خزید. ناگهان یکی از پرونده‌های قدیمی که در گوشه میز خاک گرفته بود گفت: ولی این همه ماجرا نیست. این پرونده بوی عشق یا خیانت میده. همه سرشون رو برگردوندن. پرونده زمزمه کرد: برادر شوهر هم منزل پدری رو بعد از رفتن عروس خانم ترک کرد. ساعت دیواری این بار چنان محکم تیک تاک کرد که انگار با چکش به دیوار میکوبه. من حس کردم اگه میتونستم از این به بعد روزی یک بار از مچ آقای وکیل باز می شدم و روی زمین می افتادم تا این بار رو از خودم بیاندازم. پرونده آخرین جملش رو گفت. حالا خانواده به آقای وکیل مراجعه کردن. نه فقط به خاطر سرقت، بلکه برای حل ابهاماتی که وجود داره. صبح که شد همه چیز بوی رطوبت و خستگی می داد. پنجره ها هنوز از مه شب قبل خیس بودند و نور کدر خورشید مثل چراغ نیمسوز از لای پرده سرک می‌کشید. وقتی آقای وکیل وارد شد، صورتش مثل آدمی بود که تمام شب رو بیدار مونده و چشمش به من افتاد و تازه یادش اومد دیشب منو توی دفتر جا گذاشته. او آروم نشست.
صندلی زیر وزنش ناله کرد، مثل کسی که از درد کمرش شکایت کنه. خودنویس رو برداشت، اما چند لحظه همونطور توی هوا نگهش داشت. به پرونده عمیقا نگاه میکرد. دفتر پر از سکوت بود، اونقدر که صدای نفسهای آقای وکیل رو حس میکردم. دوباره شروع کرد به ورق زدن. هر ورق مثل پوست پیازی بود که کنده میشد و بوی تندش چشم آدم رو میسوزوند. یکی از همسایه‌ها که راننده کامیون بود و بار جابجا میکرد، به طور اتفاقی برادر شوهر رو توی یک شهر بین راهی دیده بود. آقای وکیل بلند شد و در اتاق قدم زد. من روی مچش بودم و با هر گام تکان می‌خوردم. حس می‌کردم زمان داره از ریتم میفته. تیک تاک من کندتر و سنگین‌تر شده بود. انگار هر ثانیه 1 ساعت طول می‌کشید. او تلفن را برداشت، شماره گرفت. بعد پشیمان شد و گوشی رو گذاشت. دوباره برداشت، شماره دیگه گرفت. صداش آروم بود، اما من تندتر می‌زدم. در تمام این مدت پرونده خاموش بود. اما حس می‌کردم درونش قوقایی برپاست، مثل جسدی که هنوز حرارت داره. اون شب آقای وکیل دیر به خونه رفت. من روی مچش بودم و حس می‌کردم هر لحظه داره سنگین‌تر میشه. وقتی رسید خونه، برای اولین بار در این سالها منو باز کرد و روی میز گذاشت. من تیک تاک می‌کردم، اما حس کردم صدام به گوشش نمیرسه. نیمه شب وقتی همه خواب بودن، من هنوز بیدار بودم. پرونده آروم از کیف بیرون خزید و دوباره باز شد. اما این بار چیزی نگفت. فقط ورقهاش یکی یکی از باد نیمه شب تکان خوردند. گویی میخواست بگه پایان این قصه فقط در وجدان آدم هاست. و من ساعت مچی کوچک فهمیدم که این داستان قرار نیست تموم بشه، چون زمان حتی وقتی همه چیز فراموش بشه باز ادامه داره و زخم ها رو آهسته، خیلی آهسته میساید، تا روزی که فقط یک جای خالی بماند، مثل جای دستبندی پاره روی دست. اما اون شب وقتی همه خواب بودن و آقای وکیل به خواب سنگینی فرو رفته بود، کیف چرمی کمی بیشتر خودش رو باز کرد و گفت وقتی خونه پدر خانواده بودیم، چیزی رو بدون اینکه آقای وکیل متوجه بشه داخل من گذاشتن. این بار یک نامه از درونش بیرون لغزید. انگار تا اون لحظه پنهان مانده بود. پرونده از کیف چرمی پرسید آیا متوجه نشدی چه کسی اون رو داخل تو گذاشت؟ کیف چرمی گفت در حال چرت بودم، اصلا نفهمیدم. نامه با این جمله شروع می شد: اگر این را می خوانید یعنی من دیگر در این خانه نیستم. بقیه نامه مثل خنجری بود که در تاریکی فرود بیاد. پسر کوچک خانواده نوشته بود. او هم مثل من اسیر این خانه شد، اما در سکوت. آن شب عروسی وقتی او به سمت اتاق پدرم آمد، او را دیدم که پنهان شده. از رفتارش فهمیده بودم از ابتدا دنبال چیست. نمیخواستم لو بره، چون هر دو یک هدف داشتیم. فقط با این تفاوت که او جسارت داشت و من ترس. پس نگهبانی دادم تا کسی اونو نبینه. بعد از اون شب ما سر تقسیم پولها و طلاها توافق داشتیم و دیگه نتونستیم وانمود کنیم همه چیز عادیه. طلاها و پولها حق ما بود. پرونده آروم ورق را رها کرد. من تیک تاکم را تندتر کردم. انگار بخوام آقای وکیل رو بیدار کنم، اما او در خواب عمیقی بود و کابوسی میدید. شاید همان چیزی را که من تازه خوانده بودم. و من ساعت مچی کوچک فهمیدم که بعضی رازها نه برای کشف شدن که برای زنده ماندن ساخته شدند. حتی اگر همه چیز بوی مرگ بده، حتی اگه شهر پر از شایعه بشه، زخمی مونده بود که هرگز بسته نمیشد. و زمان همچنان میگذره و مثل رد دستبندی که هرگز به دست عروس خانم بر نگشت.